تو این هوای خیلی گرم فقط یه آبدو خیار خیلی خیلی خنک میچسبه. بریم تو کارش. ماست رو وا میکنی. ابتدا سخت البته داره ماست کردن پرتاب کردن. در ماست که وا میکنی همینجوری بلوپ میریزی توش. خیلی تمیز و تر شده دیگه نداره بچه ها. خب یه همه ریز لاتی یه مقدارم آب فکر کنم دیگه نزده آبو میریزی بس هم بازی خوب باید هم بخوره. این الکی نیستش که همینجوری سری آبدو خیار درست کردن کار هر کس نیست جز امید جون. یکم یه ذره دیگه آب نیاز داره. یه ذره دیگه میریزیم. شبیه ملات شد. صدا رو نگاه. خب مرحله بعدی، حالا اگه بعداً آب لازم داشت دوباره اضافه میکنیم. میریم سراغ آبلی سلطان. این اصلا نباشه آبدو خیار به درد نمیخوره که. این همه لاتی میزنی و ابتدا یکایک این رو 1 2 علی میریزی توش. یا حسین این یه ذره بجاری شد ببخشید ولی قول میدم از سری بعدی خیلی تمیزتر و خوشگل‌تر. یه ذره همه جون برو جون شد. بعدی رو بریم 1 2 صدای شلاکس داد. خب بریم یه ذره دیگه همش بزنیم. کنم یه مقدار دیگه آب نیاز داره چون هنوز یه ذره زیاد هم نمیخواد یه آب بازی کنیم. خب باید این هم بخوره. یه ذرهش احساس کنم بریم سراغ ادامه ماجرا. سبزی، خیار، گردو، کشمش. سبزی رو ابتدا برمی‌دارید در دو تا دستانتون قرار میدید. این انسان برید دیگه. سبزی رو دارید که تازه هم میزنید. تازه این داره شبیه آبدو خیار میشه کم کم یواش بعد خیار رو همش رو اضافه میکنی. خیار رو میریزی. یه هم دیگه در همه مراحل هم خیلی واجبه دوستان. این همو یادتون نره. یه همه لاتی. بعدش دیگه میریم سراغ این دو عزیز مقوی خوشمزه که در به کار آمدن این غذای زیبا خیلی تاثیر گذاره. خیلی زیاد. خب بریم این مقدار دیگه آبم اضافه کنم بهش که سلامتی. خب دیگه تمام شد. ما یک آبدو خیار بسیار نازنین رو میزنیم دیگه. اگه میشه کشمش خیلی دوست دارم. این تایشم گردو یه ذره دیگه بچه ها میگن گردو مثل این که خیلی خوبه برای بدن. هم بزنم که دیگه ماجرا برای ما تمام میشه. خب شاید وقت تستش نرسیده هنوز. نرسیده که هنوز. بعد چیکار کنیم؟ سراغ نه اینم نه. چی پس این؟ سراغ یخ رو باید خیلی هوشمندانه بریزی چون اصلا گرم باشه که به درد نمیخوره. میریزی توش.